سلام بچه، امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. خوش اومدیم به یکی از مهمترین جلسات چالش 21 روزه. در این جلسه ما به بخش امنیت کانالمون میپردازیم و سعی میکنیم با استفاده از چند تا ترفند ساده امنیت کانال یوتیوبیمون رو افزایش بدیم و جلوگیری بکنیم از هک شدن کانالمون. قبل از اینکه وارد آموزش ها بشیم، یک مورد خیلی مهمی رو نیازه که با هم دوباره مرور بکنیم، بعد حالا وارد بخش عملی بشیم. اونم اینه که بچه ها ببینید کانال یوتیوب برای شما درآمدزایی میکنه و میتونید که یک درآمد خیلی خوبی از کانالتون داشته باشید. پس شما نباید به هیچ عنوان یک کاری رو انجام بدید که امنیت کانال شما رو کاهش بده و خدایی نکرده باعث هک شدن کانال شما بشه. پس در نتیجه حتما نکاتی که برای شما میگیم رو حتما رعایت بکنید و اینا نکاتی هستن که حاصل چندین سال تلاش و تجربه هستن که به دست اومده. پس حتما تمامی نکاتی که داخل این جلسات گفته میشه رو یادداشت بکنید و سعی بکنید که زمانی که کانال اصلی خودتون رو ستاپ کردید همه نکات رو روی کانال اصلی خودتون پیاده کنید. حالا بریم که آموزش این جلسه‌مون رو داشته باشیم. اولین مؤلفه تأمین امنیت کانال شما تو است وریفیکیشن یا همون تایید دو مرحله‌ای هستش که این مورد رو خود یوتیوب برای شما اطلاع رسانی میکنه. حالا ما وارد صفحه یوتیوب خودمون میشیم، از نوار سمت چپ روی یوتیوب استودیو کلیک میکنیم. توی همین بخش سمت چپ بالا میبینیم که یه دونه اطلاعیه از طرف یوتیوب برای ما اومده که تو است وریفیکیشن کانال خودت رو، ایمیل خودت رو فعال بکن. از سمت چپ پایین تر روی قسمت ارن که کلیک بکنیم میبینیم که یکی از مؤلفه های مانیتایز شدن کانالمون هم فعال کردن تایید دو مرحله‌ای برای جیمیلی هستش که باش کانال ساختیم. و برای اینکه بتونیم تایید دو مرحله‌ای رو فعال بکنیم، همین عبارتی که برای شما زیرنویس میکنم رو داخل گوگل سرچ میزنیم تا صفحه مورد نظر بالا بیاد. توی همین صفحه برای اینکه سویچ بکنید روی اکانتی که باش کانال یوتیوبتون رو ساختید، از نوار سمت چپ میتونید که این مورد رو حالا انتخاب بکنید تا همون ایمیل برای شما باز بشه. در مرحله بعدی که وارد ایمیلمون شدیم، از نوار سمت راست روی امنیت کلیک میکنیم. توی صفحه باز شده پایین تر تایید دو مرحله یا همون تو است وریفیکیشن رو میبینیم که برای اینکه فعالش بکنیم باید روش کلیک کنیم. در صفحه باز شده شروع به کار رو روش کلیک میکنیم. از ما رمز همون جیمیلی که باش وارد شدیم رو میخواد، حالا رمز رو وارد میکنیم. بعد از این صفحه از شما یه دونه شماره تلفن میخواد که شما باید شماره تلفن مد نظر خودتون رو وارد بکنید و حتما این رو هم در نظر داشته باشید که کد 98 یا همون کد ایران اول شماره‌تون قرار داده بشه. حالا ما شماره رو قرار میدیم و حتما این رو هم در نظر داشته باشید که کد نوشتاری یا همون تکست رو انتخاب بکنید و بعد از اون روی بعدی کلیک بکنید تا وارد صفحه جدید بشه و برای شما کد از طرف گوگل ارسال بشه. خب برای من کد ارسال شد، کد رو وارد میکنم و بعد از اون روی قسمت بعدی کلیک میکنم و روی روشن کردن کلیک میکنم تا تایید دو مرحله‌ای ایمیل من روشن بشه. بسیار عالی، تایید دو مرحله‌ای کانال ما فعال شده. حالا روش کلیک میکنیم تا وارد صفحه اصلی تو است وریفیکیشن بشیم. در این صفحه در بخش اول ما میتونیم که تایید دو مرحله کانالمون رو غیر فعال بکنیم. پایین تر دو تا روش برای ما فعال هستش. روش اول اینه که هر کسی که بخواد وارد کانال ما بشه، برای گوشی ما، گوشی که از طرف خود سرویس های گوگل تایید شده، یه دونه پیام ارسال میشه که خود ما باید تایید بکنیم تا همون گوشی مد نظر وارد کانال ما بشه. روش دوم هم SMS و اگر که بخواد کسی وارد کانال ما بشه، یک SMS و یک کد برای ما ارسال میشه که باید به اون کد دسترسی داشته باشه. در غیر این صورت نمیتونه که وارد کانال یوتیوب ما بشه. پایین تر سه تا روش برای ما نشون داده شده که مهمترین روش فعالسازی اپ آوثنتیکیتر هستش که از سرویس های خود گوگل.
برای اینکه بتونیم از همین ویژگی استفاده بکنیم، در اولین وهله روی همین قسمت کلیک میکنیم و در صفحه‌ای که برای ما باز میشه راه اندازی اپلیکیشن اوثنتیکیتور رو کلیک میکنیم و برای ما یه دونه QR کد نشون داده میشه. در وهله دوم شما حتما باید اپلیکیشن اوثنتیکیتور گوگل رو دانلود بکنید که از طریق اپلیکیشن هایی مثل گوگل پلی و اپ استور شما میتونید که این کار رو انجام بدید و زمانی که نصب کردید روی قسمت به علاوه کلیک میکنید و این QR کد رو اسکن میکنید. این اپلیکیشن کارش رمز دادنه و از هر یک تایم مشخصی یک بار برای شما رمز جدید میده که میتونید که حالا بر اساس همون رمز وارد اکانت خودتون بشید. در مرحله بعدی شما کد امنیتی رو دارید که مختص کسانی هستش که USB مربوط به همین بخش رو داشته باشن و این بخش برای کسانی مناسبه که میخوان هزینه بکنن. هزینه این USB هم $50 الی $150 هستش و برای شما این اجازه رو میده که زمانی که وارد سیستمتون شد به صورت مستقیم میتونید که به گوگل اکانت خودتون دسترسی داشته باشید. مورد بعدی کدهای پشتیبان هستش. کدهای پشتیبان 10 تا کد پشتیبانه که برای شما 10 تا رقم نشون داده میشه و زمانی که شما رمز جیمیل خودتون رو فراموش کرده باشید یا به هر نحوی نتونید وارد ایمیل خودتون بشید، میتونید با استفاده از همین کدها یکیش رو انتخاب بکنید به عنوان یک بار مصرف و توی قسمت رمز قرار بدید و به صورت مستقیم وارد اکانت خودتون بشید. این کدها به هیچ عنوان نباید دست کسی که شما نمیشناسید بیفته، چون که به راحتی میتونن که از طریق همین کدها وارد ایمیل شما بشن. در این بخش سعی کردیم که به کمک هم بخش تایید دو مرحله‌ای رو کامل یاد بگیریم و بتونیم که امنیت کانال خودمون رو حفظ کنیم. مورد بعدی، آموزش بعدی، کدهای پشتیبان خود یوتیوبه که این آیدی ها رو شما باید حتما داشته باشید و در یک جایی سیو بکنید، ذخیره بکنید و اگر خدایی نکرده کانالتون پرید یا دست یک نفر دیگه افتاد، از طریق همین کدها شما میتونید که کانالتون رو از همون فرد بگیرید و به کانالتون دسترسی داشته باشید. برای دسترسی به این کدها باید وارد صفحه ستینگ کانالتون بشید و از نوار سمت چپ پایین تر روی ادوانس ستینگ کلیک بکنید. در این بخش برای شما دو تا کد نشون داده میشه، یوزر آیدی و چنل آیدی، که شما همین دو تا کد رو کپی میکنید و در یک جای امن ذخیره میکنید تا زمانی که خدایی نکرده اگر کانالتون پرید یا هک شد بتونیم که از همین دو تا کد کانالتون رو برگردونیم. نکاتی که به شما گفته میشه نکات بسیار مهم و ارزشمندی هستن و انتظار دارم که تمامی این نکات رو داخل دفترتون یادداشت بکنید و زمانی که کانالتون رو هم ستاپ کردید این مطالب رو روی کانالتون پیاده کنید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. اگر که به خوبی یاد نگرفتید هیچ ایرادی نداره، یک بار کامل دوباره نگاه بکنید، نکاتی که گفتم رو یادداشت بکنید و روی کانال خودتون هم امتحان بکنید تا روند کار رو کاملا یاد بگیرید.